اعتراضی که با گذشت هر روز گسترش می‌یابد و این بار همسالان عبدالرؤوف با معترضان یکجا شدند. این کودکان قد و نیم قد خواهان رهایی بیدرنگ عبدالرؤوف از چنگ آدمربایان هستند. به خاطر عبدالرؤوف آمدیم آزاد شود و ما اگر آزاد نشد ما دادخواهی خود را ادامه میدیم. ما اعتراضات خود را ادامه میدیم که باید عبدالرؤوف جان آزاد شود، چرا که به درسای خود سم بگیرد. باید عبدالرؤوف آزاد کند. عبدالرؤوف مثل برادر ماست. در همین حال خانواده عبدالرؤوف نیز میگوید که با گذشت 54 روز از ربوده شدن فرزندشان تاکنون از وی خبر ندارند و در صورت ادامه این وضعیت پای پیاده تا ارگ ریاست جمهوری خواهند رفت. مادر این کودک که در بستر بیماری قرار دارد تاکید میکند تا زمانی که فرزندش بازگردانیده نشود از اعتصاب دست بردار نیست. اگر چیزی شاید من برای فرزندم میشم، به خاطر فرزندم. یعنی بالاخره باقی میمونه اینجا نمیری نه؟ نه خیر، نه تا روزی که عبدالرؤوف جان بر ما بیاره تسلیم بتن. اینجا طفل اطفال یا مکتب رفتن نتانه یا مثال تجارت پیشه کردن نتانه. این شهر وحشه شد دیگه که از خانه کس برآمدن نتانه. موبایل دوز به اوج رسیدن، مثالای غیر قانونی در شهر زیاد گشت گذار دارن. مثال دیگه امنیت خو بیخی به کلان خراب است یا مردم جواب بدن که از افغانستان برند دیگه. فرماندهی پلیس بلخ تاکید دارد که تلاش‌ها برای رهایی این کودک از چنگ آدمربایان هنوز هم ادامه دارد. پیش از این فرماندهی پلیس بلخ از بازداشت 5 تن در پیوند به این پرونده خبر داده بود.